همین کسی را خدا پول بتا و با توفیقش بتا این دیگه ای ده خدا داد نیست یکی پول بتا تو بعد دیگه همین ایست دیگه نه دوبای مونه و نه دیگه قبرستان مونه و بزنی پول هر جا در حرامی و خارجی ده و یکی بعد یکون در قطی بگیره برد ای حسرتی من بریده پول باشه و انا جای صرف انا جای خرج کرده کسی که از مبلغش مسجد میسازه زمین میکوبد و آب میبرد نهرن اجراهو میگه در شما در آب نیاز دارد مردک پول دارم نه در 20,000 دلار مثلا یا 50,000 دلار یک آب میبرد تمام محله را تامین میکنه خانه قبر که باشد همون یک قطره آبی را که مردک میخوره آبازی میکنه طهارت میکنه ماشین میشوه درخت ها میته ثوابش بر روحی او رفته است